خب اگر شما اثبات مشکی رو یا افت مشکی رو مشکل داری، خوب نمیبینی، باش راحت نیستی، مثلا میس میکنه یا هر چیز دیگه ای، به نظر من اول آدم بیاد سخت‌ترش رو تمرین کنه، اون ساده خیلی ساده میشه. من الان 4 تا نقطه اینجا کشیدم قبل اثبات مشکی با گچ. بعد میام از گچ اول که سخت‌ترینه شروع میکنم، از 5 تا زاویه مختلف میزنم یا 7 تا زاویه مختلف میزنم، مشکی رو پاکت میکنم، آشنا میشم، افتش رو پیدا میکنم به اصطلاح. بعد که این درست شد میرم روی گچ بعدی و بعد گچ بعدی و بعد گچ بعدی و بعد خود اثبات مشکی. به اثبات مشکی که شما میرسی دیگه مشکی خیلی ساده به نظر میاد. این تمرین رو از هر دو طرف میز باید انجام بدی که کامل چشمت آشنا بشه.